سلام، چطورین برا بچه؟ امروز میخوام یه داستانی براتون تعریف کنم که بر اساس واقعیت هستش و اینا افراد حقیقی تعریف کردن. اسم این داستان رو گذاشتن رد پا در برف. این داستان ترسناک ایرانی توی یکی از شهرستان‌های غرب کشور بوده و تقریبا به سال 1310 مربوط میشه. توی روستا یه زنی بوده به اسم محبوب که الان در قید حیات نیست و اون زمان بعد از فوت شوهرش ازدواج نمیکنه و هر 4 فرزندش رو خودش بزرگ میکنه. کار محبوب خانم هم طوری بوده که صبح زود ساعت 5 از خونه میرفته و با چند زن دیگه کار میکردن، اما یک روز محل کار عوض میشه و با محبوب خانم شرط میکنن که فردا ساعت 5 صبح میایم دنبالت تا به محل کار جدید بریم. فردا دقیقا رسی ساعت 5 صبح که برف زیادی هم اومده بود، در خونه زده میشه و محبوب خانم میره جلوی در تا بره سر کار. وقتی به جلوی در میرسه و همکار خودش رو میبینه، در رو میبنده و پشت سرش راه میفته و چون برف زیادی اومده بود پای خودش رو جا پای همکارش میذاره که جلوتر میرفته. یه مقدار از خونه دور میشن، میبینه جا پای همکارش داره بزرگتر میشه و تعجب میکنه. بدون اینکه چیزی بگی یا نشون بده متوجه شده به راهش ادامه میده تا اینکه جا پای اون شخص خیلی بزرگ میشه و محبوب خانم همونجا وای میسته و تا خونه با سرعت برمیگرده. وقتی برمیگرده کلی تعجب میکنه چون میبینه همون همکارش جلوی در منتظرش وایستاده و میره بهش میگه داستان چی بوده و همکارش میگه خوب کاری کردی برگشتی، اون اصلا آدم نبوده و جن داشته تو رو با خودش میبرده. ممنونم که تا آخر داستان با من بودید. اگه از این داستان ها خوشتون میاد حتما تو کامنت ها بهم بگید تا پارت های بعدیشم براتون بذارم. بدرود.